السلام علیکم بیننده های عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آوردند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان در ناحیه حمدانی با افتتاح راه ماشینگردی بین دهه‌های فیض‌آباد و تگناب تا مرکز ناحیه آغاز گردید. درازی راه 14.5 کیلومتر را در بر گرفته دهه‌های فیض‌آباد و تگناب دهات دشت گلها، انجیرکان، سفیداب، کاندره و سفر گدای دهاتی پنجرود، دهه باقی دهاتی قهرمان و شهرک ناحیه را با هم می پیوندند. اکنون در دایره چورابینی ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دستور سپارش های سرور دولت محترم امامعلی رحمان، راه مذکور در مدت کوتاه و مطابق به طلبات زمان معاصر نوسازی شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد راه مذکور را از جانب صاحبکاران وطنی شایسته تحسین خوانده عملی نمودن اقدام‌های سازندگی را نشانه بلند محبت و صداقت ساکنان به ملت و دولت نامیدند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پخش تگمه رمزی به فعالیت حوض آبصافکنی در ناحیه میر سعید علی حمدانی آغاز بخشیدند. اطلاع داده شد که حوض مذکور با مقصد بلند برداشتن نیکو احوالی ساکنان با راه بهسازی اداره‌کنی نظام آبیاری خواجگی‌ها در حوزه دریای 5 در منطقه گروه ناحیه‌های فرخار و حمدانی و واسع ساخته شد. از نقطه نظر جغرافی ناحیه حمدانی در منطقه پستر از سطح مجرای دریای 5 جایگیر است و از این سبب موضع مذکور قبلا بارها از بارشات و آبخیزی خسارات دیده است. باید گفت که دریای 5 یکی از دریاهای سرلوی این منطقه به حساب می رود و آن سرچشمه آبگیری سرجوی چوبک می باشد. همساله از دریای 5 به سرجوی چوبک به مقدار 700,000 متر مکعب جنس‌های آمیخته آب آورد وارد گشته جویهای آبیاری کننده را پر می کند. همساله مردم با زحمت و خرج زیاد جویچه ها را تازه کرده از این رو ماه ایول سال 2020 در دایره لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 مسئله رفع تاثیر خط‌های احتمالی طبیعی برای اهالی به میان گذاشته شد. چوبک در بین شبکه‌های آبیاری حوزه دریای 5 کلانترین بوده مساحتش 50,160 هکتار را تشکیل می‌دهد. در دایره لایحه همچنین 2 پل ماشینگذار ساخته شده جهتی با برق تامین نمودن انشاءات به مسافت زیاده از 12 کیلومتر خط انتقالی برق کشیده شده 2 ترانسفورماتوری 100 کیلوولت نصب گردیده است.